زهرا янгаи тули намзани нест ки худашро инқадар дар назди дигарон ганда кунад. ана бин охир чӣ қадар талош мекунад. шумо чӣ гуфтан мехоҳед? гӯш кун. тули ин чизеро медонад ва инро аз сабаби исбот кардан натавонистанаш қадар девона шудааст. ту аз ман чиро пинҳон мекунӣ? апа чиро пинҳон кунам? ман намебинӣ янгам девона шудааст. зоҳро гӯш кун, ту ба ман росташро нагуфта истодаи. яъне ногаҳони сода ба як домуло ошиқ мешавӣ ва ҳоп гуфта оиладор мешавӣ. ҳамин магар ин ба ту аҷиб наменамояд? издивоҷи ман аҷиб не, издивоҷи ту аҷиб аст апа. аз шавҳарам ҷудоям гуфта ҳақ надорӣ ки дардатро аз ман ситонӣ. фаҳмидӣ? раҳмати калом. апа ман чӣ гуфтам? آخر خانم از برای خدا با این چی ها بار کرده؟ گویا در حقیقت با ماهی اصل رفته شده. آخر برای در حقیقت باور کردنشو که ما با ماهی اصل میریم این خیلی تیار کردن. آخر اینقدر تیاری دیدم اقلا در حقیقت میرفتم. شما هم برای ماهی اصلی رفتن بسیار خواهشمند. باز ما رو مسخره میکنید نه خانم؟ کنید ما رو با مسخره کردنتون عصبتون آرام شود کردن گیرید. من با شما جانم سمی جان هوا خیلی خوبه. بله عزیزم. خیر محلش نباشد تا بازدید میروید. اگر یگان جمدانی دیگر داشته باشد سمی کمک کند یک جای برید. نه ما دیگر جمدان نداریم. همین قدر است. همین خیر نباشد وقتش رسید. بله سوخته کوری رو بینم. اپا جان اینها یک هفته بعد جدا شده می آیند. همه چیز اینها ساخته است. عزیزم با کجای که روان رفتن گیرن اما چی؟ بس کن که باز یکو مشکلی نشود. فرزندانم خنده کنان رویدو کسانی که به عشق شما باور نمی کنند از حسرت سوزند. پدرت رو دیدی؟ چکل با من اشاره دارد. دیده ایستودم. تو هم کمی خاموش شو تولی. فاروق خب کن بس هست. خیر نباشد خیر رو خوش کنیم. البته. اپا جان روی صفی اپا جان آغوش کنیم. گشته بیایی بد گپ نزنیم. مایلش داملوزی روی صفی. تشکر. با شما روی صفی. کنی دختری جانم خنده کنان رفته خندان برگردید. جانی من ملیس جان زهرا جان دومو جان روی صفی. روی صفی. تشکر میلش جان تا بازدید. سمی جان انشالله این هفته خوب فکر میکنی. چرا فکر کنم؟ حیاتت را، اویلادوریت را، گپ زدگی هایمان را. یگان جای فکر کردن ندارد. جانکم تاکسی رو فریاد کرده؟ بله. با فرودگاه با تاکسی میروید؟ بله با تاکسی میروید. سمی ماشین را برآورده اینها را زود به فرودگاه بر. نه بسیار زحمت نکشید. نه زود باش سمی. البته زودتر. مایلش حاضر؟ لازم نبوده. هیچ گپ نه. بیا تو راه برایم جمدان ها را جابجا کنیم. روز بخیر. خیر تا بازدید. تا بازدید زهرا جان. بای بای انگا. بای زهرا. انا بین با تو میگویم اینها به هیچ کجا نمیرم. عزیزم همه کار اینها ساخته است. تولی چیکار کنن کردن گیرند با ما چیه بس است آخر؟ آخر فاروق ندیدی منو چخل پاست زدن تحقیر کردن. آخر ازدواج اینها همه کارشان ساخته است ساخته. عشق اگر مرا کم ترک دوست داری بیا از پسشون رویم. بیا فاروق جان. مگر این خیلی کار درست است؟ مگر دوستم نمیداری؟ دوست میدارم اما آخر خیر نباشد میشود. خیر نباشد چی کنی؟ سوال چی میخواهی؟ با تو برای چقدر تغییر یافتنم رو گفتن آمدم. مایلش بعد چی؟ تو ممکن جدی قبول نکنی اما علاقه نمی که پیشینه نیست. من عوض شدم و این رو با تو اثبات میکنم. لازم نیست چون که اثبات کردنت رو نمیخواهم. چقدر عوض شدنم را تو اثبات نکنم از اینجا به آنجا نمیرم. دانسته باش.
намик даф шударам. майлаш он калтакро ба даст нагирифта ман аз инҷо меравам, аммо лутфан ба он калтак даст нарасон. намик рав. меравам, аммо дониста бош ки намики пешина мурд, ӯро гул карданд. акнун ман монанди зомби аз нав зинда шудам. инро ба ту исбот мекунам, дониста бош. он калтаке ки хурдӣ ба ту арзанда буд. яъне дар ивазшавии ман ягон фоидаи расонда бошад. намик лаббай, ҳозир рафта он калтакро гирифта чунон лату кӯбат мекунам ки дафшав аз назарам. дафшав. зуроварӣ лозим нест. Рав. зуроварӣ лозим нест. дафшав. майлаш ман нобуд иваз шав шудам. гуфтам. дафшав. ман иваз шудам, инро ба ту исбот мекунам. ҳоло мебинӣ азизам. همینجا مان کن. تشکر. آقای خلیل، لبای دوملو بخیر هست؟ کار ناگاهانه شد. از مفتیات اجازت پرسیدن نتوانستم. من با ماهی عسلی رفته ایستادم. 4-5 روز امام خطیبی میکنه. دوملو بپروا باشه. تشکر زیاد. راه سفید دوملو جان. خوب داملو زیا میرفته است. در نبودن داملو فریب کردن هجری آسان میشود. خودتان همش رو با جماعت میفهمانید. در هیجان هستی؟ با شوهر سوختت با ماهی عسلی میروی؟ سمی جان تو هم میدونی که این ماهی عسلی حقیقی نمیشود. چی دونم همش مانند حقیقی می نماید. بعضا فراموش میکنم. این دومولو را بینه آمده به طوری دروغ اجازت میگیرده. همه کاری او دروغ است. برای من کرده ایستاده سمی؟ برای خوبی؟ یگون چیز انتظار نیست همین خلا. این چی سخن است سمی؟ وقتی که انسان به یک از خوبی میکند مطلقا باید یگان چیز انتظار شود؟ یعنی همه این رو تنها برای به تو خیر شود گفته کرده ایستاده است. بله همه این رو برای به من خیر شدنش کرده ایستاده است. یعنی گیتولینم سلامت باشد. حتی اپم از ساخته بودن ازدواج ما شبهه کرده ایستاده است. باید کاری کنیم که باوریناک باشد سمی. خاطر نشو، تو هم دوملوزیا هم بسیار باوریناک هستید. سمی دوملوزیو با تو ساخته بودن ازدواجمون رو گفتنم رو حالا هم نفهمد. اگر در این باره احتیاط کنی بسیار خوب می شود. التماس چنون رفتار کن که گویا تو در حقیقت ما رو به ماه اصل می فرستی. البته می شود. تو چی خیلی که خواهی. تشکر زیاد. از روی حادثه دیروزه هم عذر می پرسم. در حقیقت من تو رو رنجاندم. مهم نیست. در اصل اگر نظر کنی مرا چون برادر دانستنت رو گفتند خوب شد. یعنی این رو بدان. ای کار این دوملوزیو کی تمام میشود؟ به فکرم کم ماند. خواطر نشوید دوملو مایل. خیر نباشه. دوملو؟ لبه. راست است با ماهی عسل میرفته؟ بله بله. نصیب باشد با کجا؟ با جزیره های بگم. همین خیلی. ماشاءالله ماشاءالله. سلامت باشید. خوب مانید. روی سفید دوملو. راه سفید دوملو جان. دیدی میروم. باز هجری آمد. استاد؟ لبه هجری. استاد سفر رو بخیر سوال دارم. هجری با ماهی عسلی رفته ایستادم. از تیاره در میمونه. مگر حاضر وقتی سوال پرسی است؟ تمام کرده باشه سوالم رو پرسم. تمام شد تمام. وقتی به سرت سوال می آید گویا به پیش چشمانت پرده کشیده می شود. هیچ چیز رو دیده نمیتوانی. نفهمیدم استاد چی خیلی؟ پرس هجری پرس. مایلش استاد یک چند انسان از من قرضدار هستند و تماما در فکر برگرداندن قرضهایشان نیستند. چون مرا میبینن میگریزند. بعضی دیگرش باشد استاد چنان رفتار میکنن که گویا من قرضدار باشم. استاد راستی گپ شرم میدارم قرضم رو پرسم. استاد حکم آدمان قرضدار از نظر دین چی است؟ خواهش میکنم پورا فهمانید آیا آنها برای قرضهایشان را نپرداختن مجازات میشوند یا نه استاد؟ بله. چرا قرض رو نمیدهند؟ نمیدونم استاد. پس یعنی هجری شخصانی که از یگان کس یگان چیز قرض میگیرند و در فکری برگرداندن آن قرض نمیشوند راست به چقدری دوزخ میروند. راست است که دوزخ در زیر قدم قرضداران است. یعنی این خیلی همگویی میشود. بله میشود. دوزخ در زیر قدم شخصان است که قرض رو بر نمیگردند. استاد آیا جنازه شخص قرضدار خواندن جایز باشد یا نه؟ نه جایز نیست هجری. پیش از خواندن جنازه اول میپرسن که این شخص از یگان کس قرضدار است. راست میگوید استاد. خدا از شما راضی باشد. رحمت استاد. خدا از تو هم راضی باشد. خیر من رفتم. استاد راه سفید با شما. تشکر. راه سفید یعنی سلامت باش. خدایا سفر استادم را به خطر بگردان و گورش را پرنور بینما. ای فروخ در بین ماشین میدروید. راه رو نگاه کن آخه. مسافه رو دور نکن.
میبینیم کنی با اون تیاره پریز میشینند یا نه. در پریز نشستن با جزیره های بقای میرفتن. من هم باور کردم. ای با این کارها ما رو هم همراه کرده طولین. من چی گویم با تو؟ چی گویم من؟ آخر فاروق جان، تنها دیدن من یکون معنی ندارد. یعنی تو هم بودی شاهد بیشم همین خیلی عشقم. ماشین یکی فاروق از قفایمون است. چی؟ این طولین دیوانه شده است. در حقیقت رفتن و نرفتن ما رو سنجیده ایستاده است. اگر کشتن شدنی باشد میرویم. داملا شما هم بسیار رفتن میخواستیدن؟ خانم طولین را بینید بسیار احساسی شده است. نه آخر ازدواج ساخته چی معنا دارد؟ من هیچ نمیفهمم. فیلا رو بینا گویا که نمیدانیم. السلام علیکم طراحان پکی شهرمان. السلام اکا جان. سلام علیکم ینگا جان. سلام علیکم جین عجینه ها. السلام علیکم تمام مردم دنیا. مله سدینه جان. خوش آمدی لبین تو چیکار کرده ایستاده؟ من طراحی کرده ایستاده بودمه. تو مگر چه حق داری که با آواز بلند در آمده فکر و خیال مرا پراکنده میکنی؟ بس کن خیلی لبین برای اهمیت نده. بهترش بگوید که با خانم سلین وضعیت چی خیلی؟ ینگا جان بسیار در هیجانم چون که خانم سلین را به خوراک شام دعوت کردن میخوام. نخواهی چه خبری خوش است. با کجا دعوتش میکنی؟ با 112 به طرف خانه سپیده. از اکه فضیل از که با همون جبرم میشه چی گفتید؟ کم صبر کن. این خیر در کنار بحر یک مکانی خوشمنظر است. با این چی میگی؟ آنها در این هوا چیکار میکنن اینها از خنوکی میمورن؟ خوب است تو او رو به یک مهمانخانه که داخلش بسیار هم منظره زیبا دارد با اونجا ببر. نوری تیره، شمس، غیشت، با آواز بس گپ زدن، نغمه های بسیار هم پس از این دیده خوراک خوب شدن نمیتواند. آی دیگر چی میخواستی؟ این خیل نمیشود. او اینها حالا با هم دوست هستن. بعد دختر خطا فهمیدنش ممکن. بله اول باید پرنده رو به خودم رام کنم که نپرد. بله از همین سبب یک مکانی که موسیقی زنده داشته باشد چی داند؟ موسیقی رقصی دستا بالا. بیاید دستا بالا دستا با پایان. این خیلی صمیمیت و موسیقی زنده است. این لازم و خیر نه خیلی نمیشود. تو او رو به سر آتش ببر. کباب میپزید. این خیل از پسش زنجبیل و پامیدار و پیاز را چیده و یکدیگر درباره کبابپزی مصلحت‌های مفید میدهد. همین خیل درباره خوراک هم گپ میزنه. چه خیل است؟ آی مگر این خیل میشود؟ دختر از سبب اون که بوی گوشت به لباسش نچسبد با آتش نزدیک نمیشود. کوکروز چی؟ چی؟ خوب از دختر رو با کوکروز خوری بره. چه گفتنی ما رو تو از کجا میدونی پسرم؟ مادر آوازتون تا کوچه دیگر میرود. یعنی همین قدر. شنیدی گلی؟ لطفا کمتر صدای آوازت رو پس بکن گلی. مگر همه برای گوش کردن ما مشغول است. خدا توبه. روید من از آتش روید و کباب و پامیدار و زنجبیل بسیار هم بالذت میشود. نه نمیشود. تشکر زیاد تو رو هم دادیم. خیلی استراحت های خوش. رحمت کلام از بیتون دور شد. تعطیل های خوش. رحمت بتان. خیر داملا زیادالله. یا رب داملا میرویم. بیایید به این تاکسی سوار شویم رویم. مایلشو خانم اول از ینگه و امکتان خلاص شدن لازم. تو اینجا از پس ما آمده هستی؟ چیکار کنیم؟ رفتنشون رو انتظار شویم. میدونی چیکار میکنیم؟ با جامد آنها داخل میشویم
گویا رفته ایستادیم. بعد از آن آنها ما رو از دو سر نمی‌یابند. مالش رفتیم. عزیزم این رفتم باز دنیو چقدر اینطور میشه ما؟ فاروق مگر شده هست یا؟ آنها عمیق فهمیدن که ما آنها رو پی برده ایستادیم. انا حاضر در داخل رفتن ما رو انتظار هستم. چون ما رویم برمیگردم. اوف تولی انا حالا میبینی فاروق کمتر پس آنها میبرویند. تولی عزیزم آنها سوار شده رفتند آخیر. چرا حالا هم ما انتظار هستیم ها؟ فاروق تو مگر نمیفهمی آخیر رفتن ما رو انتظارم. سری تو کار نمیکنن ها کار نمیکنن. عشقم و در آمده آنها رو دستگیر میکنیم. رفتیم. تولی تو مگر عقل رو خورده یا؟ من به خونه برمیگردم. رفتیم میرویم. فاروق آخیر آنها رو از دست میگیریم. میرویم تمام رفتم. بله رفتیم. یک هفته بعد با میخوریم. چی؟ من به نزد سری رفته ایستادم. من در کجا میمانم؟ من از کجا دانم در کجا میمونید؟ تو شفقت با یگان شخصی محله. بای بای. خدایا تا با این دختر رو بینی. تاکسی. السلام علیکم سلین جان. لوین بخیر است؟ سلین من و تو دوستی نزدیک هستیم ها؟ بله. من تو رو با یگان جا دعوت کنم اگر همراه هم میروید؟ مثلا به تماشای فیلم دعوت کنم میروی؟ البته که میروم. نباشه تو رو به خوراخوری دعوت میکنم. التماس مرا خطا نفهم. نه جانم چرا خطا فهمم؟ از عاشقی در دوستی خوب بودست به خدا. اما تکلیفت برای عینی طور نیستن چون که بعد از چندی از روی یک لایحه کار کردنم لازم است. اینطور باشه شب. مایلش بگو میبینیم ببین جو. مایلش سمیجم. به خدا کیت مقفید. من روی تو را بینم و نوروز کنم سلین جان گل برید. بوی سلین بوی بهار نکند بوی سلین لبه تگرنگ نکند. ایستو من این آدم رو میشناسم یک دیوانه تیار است یا رفتیم که باز آغوش میگیرم گریختیم دلهاره بس از قطار سر سلام علیکم. دامولازیا رو میپرسم. عجب بود در اینجا باشه؟ دامولازیا در خانه نیست. خدا تابا در کجا باشه؟ کی آمده است؟ اوه شوکت. خوب هستید اولیا حضرت؟ سلامت باشید. تو خودت خیلی خوش آمدی. رحمت تشکر زیاد. بخیر است؟ من به نزد دامولازیا اومدم. تلفنش هم جواب نمیدید. در اینجا باشد گفتم اومدم که در نصیبم نبوده. دامولازیا به ماهی اصلی رفت. تو مگر خبر نداری؟ ها دارم. البته به من گفته بود. آخر از هیجان چخیلی که شما میدانید او دوست کودکی من است آخر. خیر گردش های زندگی خیال ها و آرزوهای سری من آمیخته شده است. البته به ماهی اصلی رفتند ها. خیر من میروم. نه نمیگذارم. بیا در داخل هم گپ میزنیم و هم یک دقیقه قهوه می نوشیم. قهوه فرمودم بسیار لذت خوش دارد. بیا یک جای قهوه نوشیم. بیا. با من؟ البته با تو. بیا صحبت میکنیم. شما رو ناراحت نکنم. خواهش میکنم. چه ناراحتی؟ هیچ گپ ندارم. باز برای اینها رانندگی میکنیم ها؟ حال گرفتار شده همون رو بین. اما بین حال نصیحت میشویم. ساما آفرین با دخترکی من. آفرین. این همون دختر نیست مگر؟ شیرینکم انا حال صحت میشوی جونکی من. انا این رو میبندیم تمام.
بابوی اکرم یا همون چوره $500 بله نوشی جانت نمورده نوشیدیم ده بخدو مزه هیچ کری میکنه ای تو و دامولازیا بسیار دوست قرین هستید ها؟ بله دوست کودکی هستیم چنان دوست نزدیک هستیم که از روی این دوستی من برای اون کس دیگر دوست شدن نمیخوام اکرم سگره آدم خوب اینه که بسیار خوب این دوستی ها رفیقی ها بسیار مقدس هم اگر دانید بله بسیار مقدس هست میدونم که نه مقدس کنی گبزن تو با چیکار مشغول هستی؟ راستی من چخیر بگم یک وقتا سمبوسه فروش بودم چنان کارو برم اون اوج گرفته بود که در پشت سمبوسه خونه مردم نوبت می ایستاد به همین خداکوی دو سفیدکگه تجارت ما را کشت با مرور زمان سمبوسه 5 تومن برآمد سمبوسه یک سومه ما رو دیگه هیچ کس نخرید سمبوسه ما رو سیگاب اورجینال بود خلاص راه دیگر تجارت را پیش گرفتم در این تجارت هم راستی گپ فریب خوردم اگر در یادتان باشد مهر بیزنس میگفتن که چی پول مالی داشتم همه تجارت سرش خورد بعد راستی گپ حاضر بیکارم ماشاءالله یگان کاری نمانده است که تو نکرده باشی بله در همه کار چند ساعتی کار کردم این حیات مبارزه است باید که مبارزه بله حاضر جای کار گفته ایستادم یک دوستم قرضدارم شب و روز در فکر آنم که قرضهایم را چخه پرداخت کنم شبها خوابم نمیبرد و کمتر پیش گفته بودی که کار جستجو دارم بله کار میکنم حجت رانندگی داری؟ بله دارم سمالات رو حتی های میکنم با باید خیلی خوب انا گوش کن من در این خانه بسیار غمگین میشوم میخواهم بعضا با ماشین سوار شده یک شهر را سیر کنم انا بسیار بودن ماشین ها از طرف دیگر پیری به این مانع میشود میگویم که به شخصی که شیر انسان خورده است ماشین را تسلیم کنم او باشد رانندگی آن ماشین را کند من باشم با آن ماشین سیر و سیاحت کنم به خدا فکری عالی جناب کرده من یک رفیق دارم شیر قاق خوردگه نه تو من؟ بله رانندگی را قبول میکنی؟ بله آخی من چخیر قبول نکنم قبول میکنم به خدا شما شوخی نکرده مرا عرفتی کن قبول میکنه بله به خدا من از خورسندی چیکار کردم رو نمیدونم بیا دستتون رو یک بوسه کنم خیر کاری رحمت یکی در حیاتون میکنه روز بهترین یکون بار دیدم اما یک شرط دارم چی شرط؟ در این خانه در خانه بیرون میستی یعنی شخصی را که در خدمت من است هر زمان در پیش چشمم دیدن میخواهم معاشت را خوب میدیم تو هیچ خواطر نشو این خیلی نگوید استغفرالله آقای اکرم حاضر رفته لق پرما میارم نه اول رفته یک دو دوره شهر را سیر کنیم بعد آمده میکن بسم الله الرحمن الرحیم شما خواهید من شما را پشتاره کرده میگردونم در شهر بسیار خوب برم پرامو ما گیرم بیارم زود باش رو انتظار هستم چه برم برآمد از آنجا برآمد را گم کردی چون پول را شنیدی راحت را گم کردی در این خانه یک دیوانه نمیرسی هیچ گپ ندارد ما یک عائله بزرگ هستیم این بسیار خوش است این بسیار قرار خوب است سلام اولیا حضرت زیبید است سلامت باشید اکا اکرم از این روز اعتبارا راننده شخصی شمایم شما تنها امر کنید شوکت باشد در خدمت شما است بس چرا ایستاده ایم میرویم رفتیم در رخشا بخشیش که فراموش کردم بشینید من آمد
بیشرف ببین چی سیگنال میتی؟ کجا سر ما حیوان؟ ها تربیه نداره میگی راه پدرش باشه خدا عوارض کنی بزنیم میده شدی بخشش بابوی اکرم عصبم ویرون کردی حیوانو که ازش این قدر ماشین بسیار است خوب باشه سیگنال میدیم افسوس که توقع نبودم ده اگر نه هوش همه دید خواهی چرا انتظاری؟ چیکار کنم؟ چرا انتظاری میگویم مرا هم به غضب آورد چرا مسخره کرده ایستادین گازده چرا مسخره کردنش را بفهمد به خدا بشوخی؟ به خدا که قسم اینطور باشد کپای مردک دود کرد بابی اکرم گوش کنیم تصمیم بی خطری را بنده کلمه تو ما عرضه کنیم خدا سر ویران کرد زودتر بسرم بپر اینها را روسته گذار من همیشه من همیشه دوام میده ما هیچ گناهکار نیستیم گناهکار باشد آن شخص گناهکار است بیایید اما یکم مشکلی نکرده در اینجا خاموش شینید جناب پلیس گوش کنید یک نفر این شخصی که شما دستش رو داشته جناب اکرم است این یک شخص بسیار بالامقام است شما چیکار میکنید من باشم راننده این کس هستم علاوه بر این فکر مرا در پس پنجره پرتافتن رو از سر دور کن که وزبینت میغلطه تو چی گفته ایستاده ای تو مرا تهدید کرده ایستاده ای برادر در کشا نه برادر من تهدید نکردم آقای اکرم بخشی طرف رسید برادر گوش کن آقای پلیس همین را دانسته باشید که نبیره بابوی اکرم همسری کمیسر اونال است البته برادر البته بیا پیش درو بگید است که تیم تای کردیم من با کجا دروی تو؟ من احمق تو در اینجا چی میکنی؟ آخر این سوال رو من باید پرسم دو ملازمی شما در اینجا چی میکنی؟ مرا به حالم بدارید من کی از شما خلاص نشم روید از پیش من خطا گفته از شما نه از تو دوملوزی ها به ماه اصلی رفت خورسن میشه تنها هستن ناموزش رود دون شود دیگر نآید او ساختکار است دیوانه این آدم چیست چرا درباره داماد من این خیلی گپ میزند بابی اکرم این آدم 99% بیخبر موقتی دوملوزی ها شوخیش میکردیم برای همین گفتیم این بیچاره را ماشین مردکشک 126 برزد این جایی که به هم ماشین مردکشک برنمیشت خدا قبول کند دیوانه اساسی این است راستش دامولای ساختکار دوست این است دامولای دروغگو و ساختکار است دیوانه است شما مگر خسر او هستید؟ بله دامادم است شوهری نبیرم دختر حل شده است بسیار حل شده است چون او دروغگو دامولای ساختکار فریبگر می باشد او دیوانه است مرا از اینجا فرارید هی برادر یگان کس هست پالیس پسرم یک نگاه کن اینجا چی گپ است چی میگویی در راننده کجایی تو آقای اکرم چی آقای اکرم میگویی مرا از اینجا براره البته کجا شوید برای سردارم راست گپ همه خیلی شده وقتی گذاشتن ما چراغک اونقدر سرخ نبود به خدا چراغک را اون آدم سرخ گذاشت چرا که ما بیانو دهیم به خدایی نمیفهمم همینطور بله عجیب در حقیقت بسیار عجیب می نماید چون که با بیانات داده راننده دیگر عریضه شما زید می براید
به نام خدا دروغ میگه او آدم، چون که چراغ شما سرگذشته و به همسیدی بیچاره من شما فشار آورده. آخر یا خدا توبش حل نداشته در اصل او به ما فشار آورد. اما جلسیده ایمه؟ بس سگ نزن. بخشش که عصبی شدم. تو راننده مرا دروغگو میگویی؟ بابی اکرم نوکی زبانم بسوز اگر من دروغ گفته باشم. آخر دوست شما دوستی من است، راننده شما راننده من است. سردارم ما راننده داشته بود است، اما این کمر بخبر گشته. لوین خاموش. آقای اکرم یعنی شکر که به شما هیچ چیز نشد. خیز بیا رویم سرم. با کجا خیر؟ رویم گفتم کو رفته ایستاده ایم. مگر همین خیل میشود، این خیل رفته نمیتواند. اول یک بیاناتتون رو میگیرم، یعنی خطا نفهمید کار همین رو طلب میکنم. کار طلب میکند بیاناتم رو میگیری. بله. من حالا از تو در اینجا یک بیانات میگیرم، تو باشی از بیانات گرفتنت پشیمان میشوی. رفتیم. آقای اکرم لطفا خواهش میکنم یگان کار کردن نمیتوانی. آقای اکرم رفتیم پسرم. بر رفتنتان من اجازه داده نمیتونم. ای داماد، یک روز قلم همین روز از بیانات گرفتنت دستکش که زن و طفلی به دنیا آمده ات را فکر کن. حیف بر تو. آقای اکرم من زنم را بسیار دوست میدارم، اما شما اجازه نمیدهید که ما خوشبخت شویم. زنت را بسیار دوست می‌داری؟ بابای زنت را به محبس میپرتایی. بعد باشد بسیار دوست می‌داره میگویی؟ شرم نمیداری؟ آقای اکرم گوش کنید، در نزد همکارانم عیب میشود. اینها را بعد گپ زنیم. میرویم. بابا جان خوب هستی؟ جانم خوش آمدی. اونا؟ خوش آمدی جانم. نه یگان چیزی مهم نیست. بیا رفتیم. بابایم در اینجا چیکار میکنه؟ تو چیکار کرده ایستاده؟ آخر تنها بیاناتش رو میگیرم عزیزم. حالا هم بیاناتش رو میگیرم گفته ایستاده. بیا رفتیم. من حاضر میایم. میلش در بیرون انتظار میشیم. سردارم با اجازت شما من برایم. روید از پی کارتون شوید. اما چه جون؟ اونا تو خوب هستی؟ چیکار کردنت رو میفهمی؟ چی خیل کار کردنم رو میدونم. حاله من کارم رو کاری دادم. بکن کارت رو بکن. تو دائم کارت رو میکنی، یعنی کاری که از ما دیده بالایش میدونی. آفرین، سلامت باش. تشکری زیاد. زنک جان. حله ها اکجان کدام شمال شما رو به اینجا آورد؟ کدام شمال میشد لوین؟ شمال ینگه گلیت. به هوا و شمال این مگر رسیدن ممکن است؟ خیری باز سر نکن، خاموش باش. چرا سر نکنم؟ چرا سر نکنم؟ عجایب کارها داریه؟ چی شده است آخر؟ رقص تانگو بود است، تو آن را میدانی. هم اپای نرگس و اناره سر میکردن. یک دقیقه شما مگر به رقص تانگو مشغول هستید؟ انا آخری کارهای عجایب و غرایبی ینگه گلی است. کسی که چیکار کند این هم کردن میخواهد. این چرا او این را میکند من نمیکنم. او میرود من هم میروم. او به آنجا رفته است من هم میروم. انا یا بگیر آخر همش خود نمایی است. از اینجا به آنجا، از آنجا به اینجا، باز اقلا تو آخر دوام دهند نمیشن. با کرسی پاراشوت در اومد تو نیمش آمدن را ترک کرد. ای خدایا توبه. ای به خدا که گلی مانند این کودک استوار نیستی. انا بیم هیچ نباشد بر دوام به مکتب میرود. چه خیلی نباشد در موضوع استوری طرف مدرس رفته است. پسرم تو طرف من رفته ای ها؟ بله پدر. ای سفتا نگو خیری. چی مشکل است آخر؟ رقص تانگو بود است. تو نمود رقص رو میاندازیم. تنها رقص تویانه رو میتوانی خلاص. ای ینگه اگه اجازه ده من گردنم آخر با اینجا چرا اومده این رو پوسنیم؟ انا حالا امروز در سیجان تعطیل کن. از همین سبب با ما سورپری شد. انا ما باشیم با کورس رفته ایستاده جای ماندنمون نبود. در خونه خودش تنها ایستاده نمیتواند. با کوچه میبراید. بعد ما باشیم ساعت‌های دراز رو جستجو میکنیم. خوبش گفتیم با نزد عمکش بریم که تو با آخر رسیدن کورس نگاهش کند. آخر اگه من سیجان رو چخیل نگاه کنم مگر اینجا باغچه کودکان است؟ چی شد است کی؟ مگر از اینجا دیده برای کودکان دیگر جای بی خطر هست و تو کف نداره میلوین. این رو از تو انتظار نبودم. چی میکند آخر؟ کودک خردکک است. چی میکند ها؟ تو هلیکوپتر جنایتکاران رو میگریزاند مگر؟ ها بسیار فکری خوب پدر. تشکر. برادران عزیز مؤمنم، در روی زمین کوشش کنید که عملهای صالح کنید، کارهای حلال بکنید. برای کارهای بدی کردهتان هم خودتان را میسازانید، هم مانند ما انسانها را با عذاب و عقوبت گرفتار میکنید. امین باشید که گندم کاشید گندم، جو کاشید جو بگیرید. با من میگویی؟ آقای پلیس یک دقیقه این برادر را به کجا میبرید؟ عجبا، یعنی در این کار بیگناه بودن مرا فهمیدید؟ این آدم را به سود میبرید. از آنجا باشد احتمال کلان است که راست به محبس. چی؟ به محبس؟
عیناً همین خیل. اگر بسیار خواهی تو را هم برده میتوانیم. جای خالی داریم. نه من نمیخواهم برادر. ما با این برادرها صحبت داشتیم. کاش او را بخشند. چی گفته ایستاده بودیم؟ انا با یادم آمد. برادران گرامی، زیناکاری بدترین گناه است. اکنون نیخل شدیم ها. ما یک کمک دولت گفته آوردیم. آفرین، یعنی دلی ما را شکستی. اما چون در وزنیت دیدی لوین تنگه گلی اکای خیری گفته در گردمون پروانه میشوی ها. تمام فهمیدم مالش. اگر نگاه کردن نتوانیم ما حل میکنیم. تمام. نه اگر دلت خواهد نمیشود. بیا سیدان رو نگاه میکنم. من رو نگاه میکنم. خیلی طور باشد. گوش کن. مانده نباشید. این رو میبری؟ بله سردار. ماشین کمتر پس میآید. سرده پدرم رو سرده او رو میپرونم. اکرم رو سرده. هیچ از نشون با. اگر خواهشم را اجرا نکنه گردن این آدم رو در اینجا شکسته میکشم. سلاحات رو پایان کنید. برادر التماس صدقه تو شود. شوهرم رو سردید. یگون کسی دیگر رو گیر. 1 ساعت پس رقص تانگویمون سر می شود. به خدا که در میمونید. چه علاقه دارد؟ مرا سر نده برادر. این کارهای عجایب و غرایب همسر من است. با همین کرسی رقص تانگو چسبیده است. ای خدایا توبه. در کسی چیز رو بینت میخواهد. آخر از این پس تانگو با من چه لازم آخر؟ همش خودنمایی است. تو آخرش دوام دهد آش شود. اما دوام نمیدهد. در یک کار سوار نیست آخر تانگو از چیز تانگو با من نمیزبد. مگر همین خیلی نیست برادر. تو همچون مرد اگر میشد با کرسی رقص تانگو میرفتی. خبر بسیار گپ میزنی. خاموش شو. خیری سبستن نگه. زود اینجا بیو در نمانید. یا خدایا توبه. مگر من در این حالت خیلی زود باشم با من نگویی گلی. برادر التماس شوهرم رو سر دهید. ببینید او برای به رقص رفتن بهانه میجوید. توبه اینا چه خیلی آدم هستند. مکانی خیلی نیست. یکم گرکن آخی. ایستا جانم صبر کن. در اصل دل من به این جنایتکار سوخته ایستادم. عجبا چقدر دیگر در نزد پدر توقع نکرده باشد. ای برادر صدقه شما شوم قربانی شما شوم شوهرم رو سر دهید. خیلی من فهمیدم تو این آدم رو مخصوص تشکیل کردی تو رو دارد و تو به رقص تانگو نروی. من مقصدی تو رو فهمیدم. بله من کردم. من با کرسی رقص تانگو نرویم گفته این رو من تشکیل کردم. این رو من شروع کردم. من شروعش کردم. اکا مرا بله من خودم را به دست رساندم. من تو رو داشتم. بله تو مرا داشتی. بله پس مرا بدار. اکا مرا داشتد. این اکا مرا داشتد. گوش کنید برادر صدقه شما شود. همین شوهرم رو امانت به من دهید. همین که رقص تانگو به آخر رسید من خودم با دستان خودم آوردن رو به شما میسپارم. نه برادر مرا سر نده ها. صدقه تو شوم مرا سر نده. مرا از اون کرسی رقص تانگو خلاص بکنی التجا میکنم. بس آخر اگر رویم تو روی مگر من میمونم. من میروم. خیلی حالا میبینی چه خیلتون نمیروی. های برادر سر آخی من میروم گفتم تو باز مرا سر ندهی. صدقه تو شو من میروم خیلتون میروی. من خودم میروم. من میروم گفتم میروم. مرا سر نده. من میروم. باز مرا سر نده. من میروم. در اصل من میروم. مرا سر نده. میروم. بس کنه. مرا از رفت دیوان آورید. بالا میشدم. توبه. خیری التجا میکنم خیری بیا زود رویم. حالا هم دیر نشده است. باز این آدم آمده تو رو دوباره نگیره. یک کفتر دیگری باز بر اومده مرا میداره داخله. چی شده است که بسیار گپ نزن. پیشتر مرا کله نده. زود خیری مرا دوست هم مرا بوده شده. مرا دوست خیلی خدا با استاد تانگو صبر عطا کند. بیاش به پلیس رو به تو نشان میدیم. این کس پاسبانی شوبه نامش حسامالدین. ای سلین چخیر من مشکلی ها را سر گذراندم. به خدا که او دیوانه شده است. با دومولوزیو عیب شد. او رو در بیرون پرتفته اومده ای. اکنون چیکار میکند؟ ای من از کجا دانم که او چیکار میکند؟ اون رو هم فکر کنم. میدونی در نزد تاکسی با حوث زیاد ایستاده است که او هم با من میرم. من گفتم بعد 1 هفته با میخوریم. بای بای. با دومولوزیو ناجا شده است. اخیر اکنون از خونه 1 هفته بیرون نبراید چقدر طاقت میکند؟ طاقت میکند سلین جان. مگر ما یک راهی دیگر داریم؟ اگر به بیرون برای دستگیر میشود همه فکر دارند که ما در جزیره های بگم هستیم. ای به خدا کارهایتان بیشتر از این است. من رفته تیاری بینم.
بخششو با کجا؟ با لبت به خوراکیشو میرویم. اوه با خوراکی عاشقانه خوری؟ نه جانم، این خوراکی دوستانه است. گفتمونم مرا از روز اول تنها ماندن خوش نمیآید. نه جانم، تو هم دامولازیو رو از روز اول تنها گذاشتی کن. راستی آدم رو در بین تنها گذاشتی، گپ ندارم. ای باید چیکار میکردم سلین؟ مگر از پشتم میآوردم یا خدای توبه؟ نه بخیر است دامولازیا؟ زنگ رو تیر نکردی؟ آخر در خانه خودم هم زنگ زده دارم. اینجا خانه ای من است؟ چی؟ بله، اینجا رو از شوکت یک ماه اجاره گرفتم. اوه شوکت مایلش برادر مایلش. در اومده دستور چای نوشته؟ نه رحمت، شب خوش، بخشش که ناراحت کردم. استغفرالله. یا شوکت، از اینجا رفتنم رو مگر 3 روز نشد؟ در حال نبودنم رو با پولی بس کردی، تو چی کل آدم؟ لبن لبای جان، چرا به این خیل طرف خونه آمده ای؟ معلوم است که باری اول به این خیل جای ها آمده ای. سردار اونال به من گفت که شما خوراک های چینی و ژاپنی رو بسیار دوست می‌دارید. یعنی که هنگامی در کار بودنتان یک چند مرتبه از این خوراک ها فرمایش داده بودید. خبرها به ما تیز میرسه چون که پروفسیونال است. و تو یادی خواهد؟ انا بین این انگوشت رو این خیل قطیده اینش رو باشد این خیل؟ رنگی رقص خوشو کمی قشقینه فرافا. این خیل نه، یعنی این انگوشت رو کمتر پیشتر داری، بسیار خوب میکنی. انا این خیل فهمیدم. تمام قریب پیاز گرفتم. لغمه قبیده میتونم خیل پاشتوی تمام چه کردم بخرم. وای این چی تصادفی زیبا خانم سلنه، اشتهای تام. تشکری زیاد. با تو زری تنه شوده. تصادف بوده است. روز سیاه از قفامو میگردی. خانم سلنه پرسیدن عیب از تو، شما در اینجا چیکار کرده ایستاده اید؟ عجب و از اون طرف چه نمدار شده ایستاده اید؟ دو دوست به خوری اومده اید. دوست؟ البته دوست. بله جانم. باز آخر چه نشد که دیگر خیلش بسیار هم سفستنه شد، علاوه بر این جنایت میشد. خب با شما اشتهای تام ما انا اینجا میشینیم، شما دوستانه خوراک خورید. خفه نشوید چلن جان، این یک بیاداب است. مرحمت خانم. تشکری زیاد. مرحمت جناب. من در کجا شب ما رو روز کنم در مسجد منم عجبا. اوه دردم تمام نشد. همه فکر دارن که ما در ماهی اصلی هستیم. اوه زهرا تو در جایگاه گرمکت خواب برفت، من جای خواب جستجو کنم ها؟ اوه اقلا با خونه بیرون آقای اکرم روم، باز یکم کس نبیند. با من نیم کوسه لقمون، 4 دانه مانتو، خوریشی سیزر و وسابی. البته خانم. با شما چی جناب؟ نه نمیخید. خیلی که سلنگو با من همان خیلی بیارد میشود. خوب شده. اما لوین جان گفتمونم وسابی بسیار تیز است. انی خورده میتوانی؟ تیزی برای من پرابلم نیست. راستی گپ قلمفر رنگ ماندارین میخرم. چقدر که بیارن لوین میخرم. لوین جان این با تیزی های میخوردد مونند خیلی تیز است. شما پروا نکنید سلین جانم. در وقت شما اگه نگیره فقط قلمفر میخوردیم. ما عادت کردگیم. بیامانه خانم سلن، در اصل ما فرزندان تیزی ها شده. من در کودکیم با شیر زنجبیل سرخ پاشیدن میخوردم. اما این با تیزی که شما میدونید مانندی ندارد آقای کم آن. خانم سلن با من تاثیر نمی کند. شما این را با دوستی در میزی با شما نشسته گویید.
لوین انیق میخوری بسیار تیز است. خانم سلین گفتم گو قلمفر و رنگ بلغاری میخورم تمام. خیر می شود. تو را با مسابقه دعوت میکنم ها؟ راضی نشو. نفهمیدم چه خیلی مسابقه کار آن؟ با مسابقه زنجبیل خوری دعوت میکنم. لوین نه. یک دقیقه خانم سلین جان، یک دقیقه. راضی هستی ها؟ راضیم. لوین خانم سلین یکم پرابلم نیست. یک، دو، سه، سر کردیم. این خیل تیزی را خوردن کاری هر جوان مرد نیست. چار چشمه. تیزی جمعی تیزش همین است؟ همین؟ با من زنجبیل تیز بیارد. تیزتر باشد. پیش خدمت. نگومی اصل. ای ماشالله. چرا اینکه شروع نمیشه؟ یا توبه. قیمتش میروم. یک دقیقه. من چرا در جایگاه این یک روک خواب میکنم؟ رفته در آنجا خواب میروم. اوه این هیچ تیز نبود از کو. این چیست ها؟ اکا خولت باش دوشه اگر خوی دوام نده. قلمفر اصل. لوین خوردن رو بخش کن که اتوش میروی. خدای تو من خوردن را بسته میکنم. او خوردن را بسته کنم. تو باش نکنی. من باش نمیکنم. گوش میکنم زهرا جون. اوه سلین من در اینجا زیخ شدم. جانم اگر خوراکی شما رو به بیمارخانه نبرد 1 ساعت بعد در خانه میشوم. حالا وقتی کم چی شو؟ مایرش جانم بعد نفهمونم. برای داملا زیاد خواطر شدم به فکر که به دست رسیده. زهرا جون از اونی که به من زنگ میزنی بهترش به شوهرت زنگ زن. سلین تو مگر گردنی مرا نمیخوای یا خدا تابه. خیلی رفتار است نه؟ خیلی داری به خودی. مایرش جانم تو بازی. لوین خوب هستی؟ زهرا وقتی زنزنیت رو نمیفتی. لا بکنم. داملا در کجا در مهمانخانه هستی؟ نه در خونه محله بودم. خوب خواطر شدم گفتم یک زن زده پرسم که چی کار کرده استوده. در جایگاه خوابم هستم بعد از یک شب. خوب مایلش شبی خوش به شما. جایگاه خوابم بسیار راحت است. حالا در جای خوابی تو خواب میکنم زهرا. جای خوب رو میافتم. خدایم چی راحت بوده است. کنی اگون چیز میابم. ای خدای من این تو این مگر دیوانه از خواب نمیراد. مرا پای میبرده.
برای ساختکاری اینها رو آشکار کردن یگان نشانه یافتنم در کار. بای فرو چه؟ ای فراموش نمیکردی؟ حیران میشدم. میلش آمده ایستادم. او فرو خدایا توبه. این زن رو بین این مرا صبح می شود کمیسر اونا دستگیر کردن نتوانست. قریب که این زن دستگیرم بکرد. لبن خوب هستی؟ لبن عجبا از تیزی الرژی داشته باشن. چخل؟ یعنی میمورن؟ بعض انسان‌ها از خوردن زیاد نمیرن. تو چی کار کردی لبن؟ گیرم آب بکن. لبن رفتن. لبن خوب هستی؟ با اون نفس سونی دادن لازم است. لبن چه؟ خدا شگفت است. من برده ایستادم. لبن با خدای سیمون. لبن خیر. برو بکشده. هیچ کار کردی تو دیا؟ اکا من چطورم نفس سوقی بیارم با تو بیا چه کار کرده ایستاده ای؟ اکا نفس بیام اکا خوب است چی کار میکنی تو؟ اکا چی کار کرده ایستاده؟ برو کشته هسته. چی کار میکنی؟ خدایا چی جای راحت است. نه حاضر ظهر را بیند با خدا دیوانه می شود. دامولا شما در جایگاه من چیکار میکنی؟ نباشد بر راحت خواب کردیم. از سحر باز هیچ چیز نخورده ایم. میدم دایره نواختش شده است. عجب طولین خواب باشد. کلاس برای اینجا حجره ها چنان بسیارن که از کدام حجره کی برآمدنش رو من هیچ نمیفهمم. فرو الو باز چی میگویی فرو؟ باز چی شد؟ من نبرآورده بودم. یا خدایا توبه. دستگیر شدی. احمق دستگیر شد. تو در آنجا چیکار میکردی؟ مگر ما شما را به جزیره های بگم روان نکردیم؟
زهرا در کجاست؟ وای آقا ما در از رفته ایستاده بودیم که وای شد. چی شد؟ من یک مهمان خانه رو فرمایش داده بودم. زهرا در دیگر مهمان خانه موندن خواست. مهمان خانه که او موندن میخواست یعنی در قفای جزیره بود. من گفتم که با اونجا نرویم. او گفت نه با اونجا میرویم. همینطور در فرودگاه جنجال شدیم. زهرا در کجاست؟ در فرودگاه موجود شدیم چون با من جنجال کرد و رفت. نگفتم فرو کمتر دیگر انتظار شدیم. انا دیدید نرفتم. از کجا دونم عزیزم؟ آخر باید میرفتم. اکنون شاهدی میدهی که نرفتم. سمی تو هم کو در گناه اینها شریک هستی. چه؟ مادر سمی در اینجا چه علاقه دارد؟ دامولازیا نبیرم در کجاست؟ با فکرم با خانم سلین است. با فکرت این چی روی حال است؟ این خیل نکنید آخر چی گفته ایستاده اید؟ خاموش. زهرا در کجایی؟ بابا جان در جزیره های بگم هستیم. اینجا بسیار زیبا. بسیار خوب. این سختفوری دروغگوی فریبگر هستی؟ زیاد در کجاست؟ همسر همینجا سربرم است بابا جان در بام مهمان خانه. خوب بسیار خوب. چکار کرده ایستاده است؟ بسیار خوشحال است بابا جان. در اینجا میوه های تروپیکی خورده ایستاده است. بله راست میگویی. او برای خوردن میوه های تروپیکی بسیار شوقمند است. مرحمت. اما خیر زهرا دامولا شما در اونجا چی کار میکنید؟ آی مگر شما به دست افتاده؟ زهرا در حال به خانه بیا. در حال به خانه بیا گفتم. هنوز نو آیله دار شدید. رفتارهایتان عجیب است. مگر هنگام به مای اصلی رفتن جفتهای نو جنگ میکنند ها؟ بابا جان همش آشکار نیست مگر؟ یعنی ازدواج اینها ساخته است. اینها کو هر دوی اینها آشکار و دروغ میگویم. هر دویشان دروغ گویم. همین که میفرو؟ عزیزم ممکن؟ یعنی شاید البته از روی تحقیقات ها در بین جفت‌های نو هنگام به مای اصلی رفتنشون اصلا 98% مناقشه میکردند. اینه بله اما بعد از گذشتن این مناقشه ها 100% خوشبخت میشدند. یعنی در بین جفت‌های نو این خیلی چیزها میشدند. تشکر زیاد آقای شمی. بابا جون بسیار عذر میپرسم. من این خیلی کار رو برای نرنجیدن شما کردم. دخترم در اینجا یگان جای بخششش نیست. من از شما این را میخواهم که محبتی در بین شما بوده هیچگاه گم نشود. تا آخر عمرتان خوشحال و خوشبخت زندگی کنید. همین خیلی نه؟ البته. کن یک دیگر را آغوش گیرید. بو یک دیگر را گیرید و به حجرتان روید. بابا جون وعده میدیم دیگر ما هیچ گاه مناقشه نمیکنیم. همین خیلی عشقم. البته جانکم. عشقم رفتیم. چی شد؟ رفتیم. به شما شبی خوش. شبی خوش. چی شد؟ این ازدواج ساخته است گفته ایستادم. ساخته یعنی این رو بینا هیچ جان نکرد. هیچ غضبی نشد. یعنی یک آفرین گفتنش ماند و خلاص. گپ ندارم. مادر ما یک عائله بزرگ هستیم. دومولو شما چرا این خیلی کارو کردید؟ چی شد؟ چی کردم؟ باز چی میکردید که؟ باز چی کردنی بودید؟ قریب بود که همه رو برباد میدادید. شما در اینجا چی کار میکنید؟ چی کنم خانم زهرا؟ شوکت خانه محله بوده را با اجاره داده است. من باشم مجبور به اینجا آمدم. دیگر جای ایستادن نداشتین مگر؟ بله نداشتم. چی کنم؟ خیر خوب شد که از اینجا و اونجا گشتم به خونه گرممون برگشتیم. به خانه همون؟ به حجره همون یعنی. ماله شکر که از سرمون گذشت. بله از سرمون گذشت. بله خوب شد که شما باز به جایگاهتون برگشتید.
من باز با فکرم در زمین خواب میکنم. بخیر باشید اکنون. میگویم که همین ماشینم رنگ زمین دوی من. خدا راست میگنه. جان تگردون بگوی علیرم. شوکت برادر تو در اینجا چیکار میکنی؟ ماشین رئیس رو سازه کردیستم. راننده خسرود شده مخیر. با عرق جبین پول کار کردیستم نه؟ آخر چرا با من نگفتی؟ چرا با من نگفتی شوکت؟ چشم تو سنگ میکتونه برادر؟ خدا را شکر گفتی برادر صاحب جای کار شده است از تو پول طلب نمیکنه. بخیر است نمیگویی برادر؟ بخیر باشه شوکت. رحمت برادر جان. آخر شوکت تو ای برادر گوش کن. بس بدگی همین نصیحت کنی. نه یک جای کاری حلال یافتیم. روز ما میتونی کار کنیم یا که برام قماربازی کنم. قماربازی برام؟ شوکت مگر من این رو گفته ایستادم. های دیوانه خونه رو چرا به اجاره دادی و به من نگفتی؟ خونه رو؟ از کجا فهمیدی؟ دیشب رفتم. چرا رفتی؟ تو چرا به اونجا رفتی؟ خیر مالش با تو گپ زدن نمیشود. مرا گوش کن. آقای اکرم رو نرنجان با دقت باش. بیا من برادر چنان کار میکنم که تراکتور اگر خیلی کار کنه میشکنه. دیل روی 1080 رفت. خیر نباشه. شاجوخی؟ خوبم. خودت رو احتیاط کن برادر. مسئول نباش. دام الله. در باه گل چیدن شوکت ماشین ششتن مجلس بود دیر موندم. داملا زیادالله همش از برای توست. نگذاشتی که خوب خواب رویم. باز همین احوال خودش دیگم. باز تو چی تو مگر با من قصد داری؟ تو قصد میکنی برادر؟ تو با من میگر حالی مرا ببین؟ نه یگان درد ندارم خانوم. یعنی بسیار هم عذر میخوام. این که کنیم یک ثانیه من به شما یک سلسیت درست کنم چون که چیز گوید راست است. نمیخواهم. تو حالی مرا نگاه خود بدتر کردی مرا. بله من عذر پرسیدنی اما خندم اومده ایستاده است. همین که خنده میاد ها؟ بله بسیار وضعیت عجیب نه؟ اما حاضر کاش که من هم شما رو چنین تر کنم بعد باشد همین خیلی خنده میکنم. بهتر بیار. خانم گوش کنید. هیچ نباشد سلسیت که رو میگیرید سلسیت که آخه از پشتی من نهایید. برایتون نگون کار کنم خانم؟ بله گرفتی مستیگر مرا نروحت نکنه و از پیشم نبرایید. مایلش از پیشتو نمیبرایم اما اول شما یک بار مرا گوش کنید. گوش کنید با کار دیر مونده ایستاده بودم. امروز مجلس داشتم و باز ندیدم آخر مرا ببخشید چون با محله در اومدم چون این حادثه ناخوش شد در نزد شما بسیار شرم داشته ایستادم در حقیقت. تمام شد؟ اکنون روید. بسیار هم اکشن از این دختر باید عذر بخوام. خانم باور کنید بسیار شرمگین شدم. من چرا مادری اون کیلو فروش ناومد؟ زنگ زده خبر هم نداد. عیب شد عیب. بله من هم نفهمیدم. اون که به تو رو بسیار دیدن میخواست اما نفهمیدم. هیچ زنگ نداد. در حقیقت 1000 مرتبه 100,000 مرتبه میلیون بار از شما بخشش میپرسم. یعنی برای شما یکون کار باید کنم. لطفا بیاید چیکار کنم؟ آخر من از شما هیچ چیز نمیخواهم. با فکرم شما مرا نمیفهمید. نمیخواهم. سلام خانم چه خیلی؟ خوبم. تو چه خیلی پسرم؟ تشکر زیاد. نمیشود در حیات نمیشود. یعنی من با این شرمگینی هم زندگی کردن نمیتوانم. لطفا بگویید چی کار کنم برایتون؟ ها دخترم با تو چه شدی میخلا؟ مادر جون چه خلقی شدی نمیبینید؟ سر و رویم پر از مای شد. این آدم از من قصد دارد. دیونه این تپا دیونه. اما مرا رنجانده ایستاده اید. شوکت رو بینه گویا که دیگر کار نیست. راننده آقای اکرم شده است. اقلم به سرم یکم بلا نوارد. داملا شما با ماه اصل نرفتی؟ در اون طرف های جزیره های بگم توفون بوده است. چی بوده است؟ اجازه ندادن برای رفتن. خوب شد که نرفتی دکنه به داملا میمونده. همین خیلی. خیلی تو بازی داملا با شما هم مثل شرلک هولمز است. چی گپ است اونجا؟ مگر من به این خرگوش نگفتم که از خواهرم دور شویم؟ اینجا چی میکنه؟
در حقیقت در نزد شما شرمگین هستم. عجبا چی کار کنم ها؟ شما هم گپ رو دوام داده ایستاده نه؟ عذرم را قبول کنید خاموش شوم. این خیلی نمیشود. مادر من اینها رو در اینجا تازه کردن نمیتوانم و خونه رفته تازه میکنم بعد نمیدونم چی میشود. اما گوش کنید آخر. خانم یک لحظه ایستید. خواهش میکنم از پشت من نآیید. اما تاب شما رو خیره کردم. عذر میپرسم از شما ها. آشکارا خواهرم روغم داده ایستاده است. به شرف شدین. من عذر پرسیدنتون رو تماما نمیخواهم. مرا تعقیب نکنید. التماس مرا راحت گذارید. بخیر است خانم بتول. چی شد مگر این حریف شما رو ناراحت میکنه؟ داملا با شما دخل ندارد. دخالت نکنید التماس. با خانم بتول گردده ایستادم. با تو نه. داملا یگان جای ناراحتیش نیست. اگر این خیر شود خدا را شکر من خودم رو مدافع کرده میتوانم. چی که جواب داده؟ بخشش نمیفهمم برای چه بینیتون رو میخلونید؟ خواهر عزیزم جواب بدهم دارم شکمش کرد. من با تو نگفتم که از خانم بتول دور گرد. داملا سفسته گفته ایستادید. گوش کنید دفعه گذشته هم همین خیلی گفته بودید. در بین یگون چیزی به شما علاقه‌مند نیست. چی علاقه داشتن و نداشتنش رو من خودم قرار میدم. داملا من میروم. شما با موضوع خاصتون سر و کار گیرید. چی اگر واسه شیطان میگوید که هر دفعه بر روی این دختر آب پاشیده بعد رفته عذر خواست. با خوبی گفتم این حریف نفهمید. ادب این رو دادن لازم. خوشکار. خب هجری همشهریم کنی بیاشینه. چی شده که جوهر؟ چی نشد؟ تو اینجا امضا گذاشتن رو فراموش کردی. این چی؟ الان چی؟ الان زمین بیکار خوابیده از آقای موندگی است کو برای خلق ملت در یک کاری خرد استفادهش میکردیم. الان اون ایستاده است. گوش کن هجری بعد و اداره نتیرالی میرویم. خب میدونی همه جا پر از شغال شده. تو را آشکارا فریب میکنن به خدا خبر نمیابی. مالش آخیره که جوهر من از استادم پرسیدم جایز نیست گفتم. آن در گذشته بود داملازی ها حاضر هست رو به تعطیل و به دوری ها. استادم اومدن. این برادر از کجا بر اومدن؟ استاد از ماه اصلی زود برگشته. هجری خوش اومده استاد. یگان سوال داشته باشه شر ندار بپرس. من سوال ندارم اکی جوهر سوال دارد. خوش آمده داملازی ها. خوش باشه. اگر سوال داشته باشید مرحمت دهید. نه من سوال نداشتم. من سوال رو چی کنم؟ کار دارم. خوشمانه. اکی جوهر بپرسه. برای از کجا بر اومدن؟ کنشین هجری گوش کن. این جوهر بسیار آدمی خطرناک می‌نماید. احتیاط کن. این حریف اگر با تو امضا گذار گفت به اجازه من امضا نگذار که تو هم به دوزخ میروی. فهمیدم استاد فهمیدم. خوب بسیار فایده هم کرد. عقلم به سرم در آمده. و خود آمد اکا از برای خدا گوش کن. در اولش ما شرط رو قبول کردیم اما بعد چی شد؟ تا سحر در بیمارخانه بودیم چشممون خواب رو ندید. صدقه تو شبم دو رو گیر. کاری تو چی احمق؟ من به زیارت داملا آمدم. مزه دهانم رو ویران نکن. مرا گوش کن. کری دویده رفته از آنجا تارت مارت گریسته و داملا بریم. من هم روم کیوه رو میبینم. پیش درو کنیم. روز بخیر. روز بخیر. من در خوابم آهو دیدم. آهو؟ در لبی کل آب می نوشید. با چشمانی ترسانش آب می نوشید. بعد سرش را راست برداشت. چه سرا؟ چی گفتی تو های؟ چرا حال از خوب است؟ این چی میگفت دارد؟ مرا گوش کن. تو دینا شب از من پینهانی یکم چی نوشیده بودی ها؟ این چی خیلی کردنی هستن؟ چشمانی شهلای او به دل من مانند تیر زده در آمد. تو چی گفته شده ها؟ دیوانه شده مگر؟ این دختری محله ما صاحب تو خیر. چیکار کرده شده؟ چیکار کرده شده؟ آرام. چی گیرم؟ از شیرینی‌هایش یگان چیز بگیر. یا خدایا. ساموسا پاموسا گیره.
ягон шивини ҳам гиред. Майла, ҳозир мегирам. хонам ана бале بعد سوالات رو میپرسی و حالا قوه جواب دادن رو نداری. مایلش استاد این سوال رو بگو میکنی. سلام علیکم. علیکم السلام. چخیلی دوملو خوبی؟ بخیر است؟ بخیر. اگر وقت داشته باشی بعد این نماز با همین ماشین یک گیری شهر فرض گردم. آقای اکرم کجاست؟ او در خانه است. من بعد کار کم تاکسی میزنم. خیر احتیاط کن بین باز ماشین رو ویران نکنی. انا همین است آقای پلیس. دوملوی که مرا لطو خوب کردن همین است. داملازیا شمایید؟ منم. از روی شما شکایت شده است. همراه ما با شعبه پلیس میروید. بخیر است؟ آقای باز میپرسده مرا لطو خوب کرده بیمار کردی. محترم پلیس خطا نشده باشه. لطفاً داملا مشکلی نکنید. مرحمت میروید. مالش. چه گپ هست؟ آقای پلیس روز بخیر. چه گپ شد؟ داملا را با کجا میبرید؟ شما کیستید؟ من از جماعتی داملا هستم آقای پلیس. از روی از شکایت کردم. یا خدای تا با شکایت ها؟ برادر برای با ما میبیم میبرم. مرحمت داملا. سالتا بگیر درد نزن. حالا تو میبینی داملا و مشتهای زده از جواب میگویی. این احمق کیست ها؟ با خدا که نمیدونم اکا. داملا چیکار کرده است که او رو میبرد؟ نمیدونم اکا. با خدا ساخته بودنش آشکار میشود. چیکار کنم من؟ شوخی با شوخی داملا رو برده ایستاداندی؟ اکا برگردانم. you